گوش کن، این خونه ایمای روی قانون هم روی عدالت هم خونه ایمای میشه. فهمیدی؟ برای چیز و مال فرزندی پدر به فرزندی پدر راست نمیآید. اگر که از روی وجدان و انصاف نیز گیریم، دادر معیوبمون رو دیدی؟ اگر من یگان کار نکنم، زمیرای پدر رو نگیرم، این که خانواده را به فاروق و به فرزند مایی باش میته. میریم واسه عروس میگیریم میریم شب عروس. بشینین بچه. الو عروس تایورای آزی من میام. تمام جان. بیو سفرخون. سلام علیکم. چی شد با تو؟ کامیرا میزنه با فکرم کامیرا میزنه. گوش کن، این خونه ایمای روی قانون هم روی عدالت هم خونه ایمای میشه. فهمیدی؟ السلام علیکم هموطنان عزیز. میخواهید که همین گونه پولهای خوب رو به دست بیارید، پس من شما رو برای کار کردن در کمپانی گرین لیف پیشنهاد مینامم. کمپانی مذکور دارای سرتیفیکات بوده، در آنجا یگان نمادی فند و فریب وجود ندارد. شما در دوام 10 روز میتوانید چنین مبلغ ها رو به واسطه به دست آورید. همه نمودی داغ‌ها، همه نمودی جنجی ها، همه نمودی سفیدی هایی که در پوست شما و موی شما و روی شما دیده می شود، کمپانی گرین لیف مقابل او حرکت می‌سازند. برادران عزیز، پس رقم هایی رو که در زیر گذاشتم من برای شما مساعدت می‌سازم که تا صاحب جای کار گردید. دانستن یگان زبان خارجی شرط نیست. سن و سال تماما مهم نیست. دانشجویان نیز میتوانند کار کنند، زنهایی که در خانه شدگان میتوانند کار کنند و حتی مردها نیز میتوانند کار کنند. این کمپانی نسبت به دیگر کمپانی ها خیلی فرق کننده است. پدر جون اولیا کدام اوه یادم باشم که آوری نکنی. اولیا شد اولیا. اگر تا نصیحت می بود یگان ماشینی فور را می راندی، لیکن افسوس که تا نصیحت نیست. ای ماشین تا یک طرفه که من گذارم کجا میره؟ بشی بریم. بشی بریم. من داشتم من شیشتم ای کن. نه راسیدیم. تو آرام شو. این خانه مال پدرم است. اگر که از روی وجدان و انصاف نیز گیریم، دادر معیوبمون رو دیدی؟ این خانه مال همون دادر معیوبمون است. الو انا در کجا؟ گوش کن، من گفتم اگر این خونه ایمای نشاکو ما این خونه را علاو میزنم. سفرخون، تو چرا نمیفهمی؟ این خونه رو پدرم خودش خوب میدوند که به کی دهد. خونه از آن ایمانه ایما میشه این خونه. فهمیدی؟ اگر این خونه ایما نشاکو من گفتم این خونه را علاو میزنم. من نیز گپم رو گفتم. آنا گپ در کجا بوده است؟ برای چیز و مال فرزندی پدر به فرزندی پدر راست نمی آید. حافظی بزرگ خوب گفته است هیچ رحمی برادر به برادر دارد، هیچ شفقت به پسر را به پدر نبیند. مجق پدر مجقم شما را مجقم. بیاید پدر جان.
Hoşuma Zulay, hoşuma Zulay. Arduet. Shit. شهرم دارید شهرم من شما را کلان کردم بوایه رساندم خوراندم خاناندم با امیدی آنکه آدم شوید این رفتار شما را بینید دو برادر برای یک چیزی ناچیز دنیا و همدیگر زد و خورد میکنند من این تربیه نکردم نه اگر رفتارتان چنین باشد امروز یا پگاه جای من الان همین کوچه می شود کوچه من از این رفتار شما از این کردار شما راضی نیستم